ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори даҳумро аз рӯи романи нависанда муҳаммад замони солеҳ девори хӯросон дар қироати ҳунарманди халқии тоҷикистон қурбони собир бишнавед. محمد زمان صالح دیوار خراسان. میدان قصر. امیر اسماعیل با دهقانان بخارا از پیش سربازان می گذرند. قسم زیاد لشکر را پیاده نظام تشکیل می دهد. سلاح آنها بیشتر از نیزه عبارت است. کمی از آنها سپر و جوشن و شمشیر و کمان دارند. امیر اسماعیل هنگامی از زینه ها بالا رفتن و ملازمان اطرافش می گوید: امیر اسماعیل، ورارود مکانی بهترین اسب های فرغانی و خوتلی است و ما پیاده. استرها را از استبل ها بیرون آرید. هر دهقانی باید سربازان خیش را هر چه زودتر با سلاح و استور تأمین نماید. ما فردا براه می براییم. تا به ساحل آمو رسیدن مسافت چند است؟ حسین اعلی: 2 روزه راه امیرم. امیر اسماعیل: آیا ما می توانیم پیش راه حسین طاهر را بگیریم؟ نگذاریم که از دریا بگذرد. حسین اعلی: مرزبانان ما آنجا هستند و از بیکند به ایشان مدد می رسد. حسین طاهر با سربازانش حالا در آمویه است و آن فرصت ما هم می رسیم. امیر اسماعیل: چه خوشباوری! شما اینجا از کجا می دانید که مرزبانان مقاومت می کنند یا نه و یا از بیکند به آنها مدد می رسد یا نه؟ حسین اعلی: ما دیروز رسول فرستادیم. مرز را سربازان فرغانی حمایت می کنند. در جنگ ها ورزیدند. در بیکند قسمی از سربازان استرفشنی هستند. آنها نیز امروز برای حرکت کردن مأموریت می گیرند. امیر اسماعیل: فردا سپیددم براه می براییم. امیر اسماعیل با وزیران و دبیران و اشرافیان شهر بخارا وارد قصر می شوند. دهقانان و حسین اعلی نزد سربازان می روند. میدان قصر به تکاپو می درآید. دهقانان به سربازان خیش فرمایشات می دهند. حسین اعلی با چند نفر از سرکردگان لشکر: حسین اعلی: اگر تا صبح سربازان را با اسبها تأمین نماییم هم فرصت مشق دادن آنها را نمی یابیم. سرکرده: آنها خود را در جنگ ضد دزدان خیلی خوب نشان دادند. با شمشیر و نیزه خوب می جنگند. آرش ها نیز زیادند. حسین اعلی: دزد مرد جنگی نیست. خدا داناست و توانا. تیاری فردا را بینید. هیچ چیز و هیچ کار نباید فراموش شود. خدا نگهدار. به سوی قصر می رود. قصر امیر. امیر اسماعیل با دبیر و وزیر و ابو زکریا و ابوالحفص و چند تن دیگر صحبت دارد. احمد مروزی: آیا به جنگ رفتن امیرم ضرور است؟ امیر اسماعیل: باید من خودم قابلیت جنگی عسکرانم را ببینم و تصمیم بگیرم. خود به خود: خدا می‌داند چه جنگ‌های ما را در پیش است. اسمت مروزی: امیرم قرار داشتند که دزدان را به سمرقند بفرستند. امیر اسماعیل: حالا صبر می‌کنیم. ما نمی‌دانیم جنگ چند زمان ادامه می‌یابد و نبودن امیر در سر مردمی اوباش و رند خیال‌های خام را خواهد پرورید. برای آن که این حالت رخ ندهد هر گاهی آنها را گرد شهر بگردانید. بگذار سری راه برشان همچون
بر دروازه شهر آویخته بایستد. بعد بازگشت در خصوص آنها تصمیم خواهیم گرفت. به عاملان ولایت نامه ها نویسید و در خصوص نیازهای لشکر و لشکرداری ایشان را تأکید سازید. هر مرد دیار ما باید سلحشور باشد. اندیشه امیر اسماعیل صدا می دهد: می ترسم که این جنگ اغوای احمد بین عبدالله باشد، خوجستانی. در همین وقت حسین اعلی وارد می شود و امیر اسماعیل به او مراجعت می کند: تحقیق کردید که در این میان اغوای نیست؟ او گیج می شود و مطلب را نفهمیده مستر می ماند. امیر اسماعیل از حال او پی برده توضیح می دهد: خوجستانی می تواند حسین بین طاهر را برانگیزد. حسین اعلی: گمان نمی کنم. امیر اسماعیل: من به یقین دانستن می خواهم. حسین اعلی: خوجستانی از بیم یعقوب در اندیشه خود است. پس از شکست محمد بین واسیل و دستگیر شدن محمد بین زیدویه گمان نمی کنم خوجستانی به خود چنین جرأت دهد. ابوالحفص: لشکر کشیدن حسین بین طاهر به سوی بخارا فقط از حس انتقام گرفتن است. او پس از فرار شدنش از بخارا بسیاری طرفدارانش را از دست داد. او می خواهد آبروی رفته‌اش را برگرداند. امیر اسماعیل: این بار به تمام از دست خواهد داد. میدان قلعه. سربازان صف کشیدند. امیر اسماعیل و ابو زکریا یحیی و حسین اعلی در رأس صف لشکرند. بزرگان بخارا به گسیل ایشان برآمدند. امیر اسماعیل: براه. قافله براه می درآید. امیر اسماعیل و یارانش پسی دروازه قلعه ناپدید می شوند و بیرون قلعه مردم بخارا آنها را تا از دروازه غربی شهر بدر شدن گسیل می کنند. لشکر در بیابانی بین بخارا و بیکند راه می پیمایند. آفتاب به قیام آمده است. همه از گرمی و گرسنگی خسته شدند. امیر اسماعیل: تا به بیکند چند فرسنگ باقی است؟ حسین اعلی: نیمی راه را پیمودیم، باید 8-10 فرسنگ باقی مانده باشد. اگر لشکر را چند ساعت استراحت دهیم شب به بیکند می رسیم. امیر اسماعیل فرمانی ایست می دهد. مطبخیان پس کار خود، سربازان به خار و مال اسبان خیش می پردازند. امیر اسماعیل بالای زین اسبش که به کنار گذاشته شده بود می شیند و رویمال را از بغلش گرفته عرق سر و رویش را پاک می کند. ابو زکریا با چند سرباز از تدقیق گرد و اطراف بر می گردند. امیر اسماعیل: تا بیکند هیچ آبادی هست؟ ابو زکریا: نه امیرم. امیر اسماعیل: به دهقان بیکند رسول فرستید و از قصد آمدنمان او را خبر دهید. بگذار غذای سربازان و علوفه اسبان را آماده سازند. ابو زکریا: به چشم. تعظیم کرده از پس سپارش می رود. چشم امیر اسماعیل در افق دور آن جایی که آسمان به دشت می پیوست راه می بندد. کاروان سربازان درونی تشت خونگونه شفق فرو می رود و صبح از پسی گریوهی از دل خورشید بیرون می آید. از دورها آبادی به چشم می رسد. امیر اسماعیل: این چی قصبه است؟ حسین اعلی: فراب. امیر اسماعیل: از یزک خبری نیست؟ حسین اعلی: تا برگشت آن از ساحل جیهون ما به فراب می رسیم. امیر اسماعیل: از فراب تا به جیهون چند فرسنگ است؟ حسین اعلی:
1 فرسنگ. امیر اسماعیل: پایکاران را بفرستید بیرون فاراب چادر زنند، ما همینجا قرارگاه می سازیم. حسین اعلی: و چشم. اسبش را گردانده مقابل مسیر حرکت می دهد. امیر اسماعیل: به افسران بفرمایید بعد فرود آمدن به قرارگاه در خیمه من حاضر شوند. ابوزکریا: و چشم. سمرقند، حصر شاه. تمام بزرگان سمرقند به بارگاه دعوت شدند. نصر بین احمد بر تخت نشسته. خواجه بزرگ اخبار می دهد. امیر نصر: از بخارا چی خبر؟ خواجه بزرگ: امیر اسماعیل دست راهزنان را کوتاه کرده، سری راهبرشان را به دروازه ریگستان آویخته، متفقانش را به زندان انداخته، مردمی بخارا را از شر ایشان ایمن ساختند. دیروز خبر رسید که عامل خوارزم حسین طاهر با 2000 سرباز قصد بخارا کرده است و امیر اسماعیل با لشکر خویش به جنگ او رفتند. نصر بین احمد: یعقوب لیث منشور حکومت خراسان، طبرستان، گرگان، فارس، کرمان و سیند را از امیرالمؤمنین معتمد دریافت نموده است. ما نیز باید به نزد او سفیری بفرستیم. نامه را به پارسی نگارید، از عربی خوشش نمی آید. خواجه بزرگ: شاعران در درگاه او به پارسی دری شعر می گویند. نصر بین احمد: زبان پارسی هیچگاه در کشور ما قطع نگشته است. مگر مردمی ما نبود که به زبان مادری خودش نماز خواندن را به گردن گرفت و قرآن را به پارسی گردانیدند. سمرقند قندمند به زینت کی افکند، از چاش تبهی همیشه تخوهی. در کشور ما این ادعا دروغ است که بعد به سر قدرت آمدن حاکمان بومی گویا شعر پارسی آغاز می شود. فرهنگ ما هیچگاه و در هیچ زمان از ریشه های خیش بریده نشده است و قدرت هم نیست که آن را ببرد. این قضیه فقط به قسمت غربی سرزمین ایران صدق می کند. بنا به حدیثی که حذیفه بن یمان از قول پیغمبر می آرد، در سمرقند چشمه از چشمه های بهشت است و گور از گورهای پیغمبران اینجاست. پیغمبری ما زردوهیشت از این خاک و بوم برخاسته و مردم را به پرستش خدای یگانه هدایت نموده است. مردم ما این افتخار را تا دنیا باقی است با خود خواهند داشت. همیشه خراسان مرکز ایران زمین بوده است، سرزمینی که همیشه با بزرگ مردانش زبرمردانی به ناموس و ننگش بالنده بر همه جهان بوده است. حدیث ها در این مورد خیلی بسیارند. از خوتلان آمزه، برو تباه آمزه، آوارباز آمزه، بیدل فراز آمزه. فراب، خیرگه امیر اسماعیل. امیر اسماعیل: مهتری گر به کام شیر در است، رو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردان مرگ رویاروی. بزرگترین راهبر کسی است که با توانایی خیرد و هوش سرشار مردمانش را به سرزمینی آسایش و آرامش برساند. سرزمینی ما شالوده به همین صفات است. دیگر هر چوپان آرزوی آن را می کند که گوسفندانش را در آنجا بچراند. چرا؟
زیرا درفش صلح ما زرد شده است. دایم و گاه از این به بعد بر ما ضرور است که آن را سرخ کنیم. دریغا ما مار خنجر را با خون خویش سرخ می سازیم. این عمل از ما شایسته نیست، ولی ضرورت تقاضا می کند. آسایش و آرامش کشور این عمل از ما شایسته نیست، ولی ضرورت تقاضا می کند. آسایش و آرامش کشور تقاضا می کند که به چنین عمل زشت دست زنیم. حالان که می بایست با همین پرخاش شمشیرهای خود را بر جگر بیگانگان رنگین می کردیم، ولی این طور نشد. آنهایی که رأی ما را خطا می پندارند مختارند. من فقط برای کسانی که همراه و هم مسلک من هستند قانون می باشم. یعنی چی؟ آنها باید بازوهای توانا و پایهای چالاک داشته باشند و در همه حالت جنگ و جشن یکسان بشاش و کشاده‌روی، از یأس و نومیدی بیزار باشند. آنگاه است که بهترینی همه چیزها به آنها تعلق خواهد گرفت و اگر اینها به ایشان داده نشود با زور خواهیم گرفت. و سرباز ما باید با حشمت باشد و شهامت را کسی دارد که ترس را می شناسد ولی آن را مغلوب می سازد. عقابوار از بالای ورتهای هایل پرواز می کند. اگر روحی سرباز ما چنین بخشنده نیست، کشور را بوی فساد بوغی می کند و طفلان ناقص به عالم خواهند آمد. خداوند ما را از این بدبختی نجات دهد. اندیشه صدا می دهد: تو باید صلح را به عنوان وسیله جنگ های نو دوست بداری. یک جنگ خوب هر سببی را مقدس می سازد. از این به بعد باید تیرهای آرشی به فراسوی مرزها پرتاب شوند. هنوز که بشر در حالتی بودن مانده است و هدفش را نیافته است، باید ما همچنان عمل کنیم. افسر گیج و گرنگ: من چیزی در نمیابم. همه میخندند. امیر اسماعیل: یعنی چی را در نمیابی؟ افسر سرخ شده: هدف را یعنی چی؟ همه میخندند. امیر اسماعیل: آیا شما دریافته اید آنچه را که او در نیافته است؟ همه خاموش ماندند. امیر اسماعیل: بشر از روز آفرینش حضرت آدم تا به حال یک هدف داشت و دارد و خواهد داشت: انسان شدن. این مرحله کمال از بزرگترین هدف است. آنقدر پیغمبران برای هدایت این مقصد آمدند، ولی هنوز بشر در حالت ناخودآگاهی باقی مانده است. پیغمبران خود نمونه هدایت و شدن هستند، ولی کو رستمه، کو سیاووشه. روزبان وارد چادر می شود. امیر اسماعیل طرف او می نگرد و لبخند می زند و دیگران نیز به امیر خویش پیروی می کنند. امیر اسماعیل: رستم کو، بگو چی خبر است؟ روزبان: امیرم، سردار یزک حضور یافتن می خواهد. امیر اسماعیل: بگو درآید. روزبان خارج می شود و امیر اسماعیل به سخنش ادامه می دهد. امیر اسماعیل: هنگام سوال کردن ما حاضر شدن روزبان مگر عجیب نیست؟ بگذار که یک امر تصادفی باشد. هر کسی باید رستم شود و یا تا به رستم کمال یابد. آنگاه است که بشر بی نیاز می شود. سردار گروه یزک وارد می شود و در مقابل امیر به زانو می زند و زمین بوسه می کند. امیر اسماعیل: خوش، وضعیت چطور است؟ سردار یزک: وضعیت الحال آرام است. دشمن در آن سوی دریا جمع شده است. شاید می خواهد ما را غافلگیر کند،
برای همین هم فرصت موافق می‌کابد. امیر اسماعیل به حسین اعلی: از آمویه چی خبرها میرسند؟ حسین اعلی: امیرم خبری نیست، ولی معلوم است که طاهر به قصد بخارا به ساحل جیحون آمده است و شاید به فراب آمدن امیرم را نداند و برای همین هم به فرجه است. امیر اسماعیل: شاید من به یقین دانستن میخواهم. شما به من سخنی کوچه و بازار نگویید. نقشه جنگی خیش را به افسران لشکر بفهمانید. در صورتی در گرفتن جنگ شما چه تدبیر میسازید؟ حسین اعلی: وسیله معمولی جنگ را استفاده میبریم، یعنی هجوم. به این وسیله دشمن را در قرارگاهش نابود میسازیم. امیر اسماعیل: جنابان چه فکر دارند؟ افسری از جای میخیزد، از وجاهتش معلوم است که بیمناک است. امیر اسماعیل: جسورانه اندیشه خیش را بیان کنید. اینجا ما همه سرباز هستیم و همه یک هدف داریم. کدام رای موافقتر طبق آن عمل خواهیم کرد. افسر: امیرم، در موقعی که دشمن قرار دارد رای پیشنهاد شده مشکلات زیادی به بار می آورد. حین عبور از دریا ما تلفات زیاد می بینیم. امیر اسماعیل: شما چی پیشنهاد می کنید؟ افسر: ما باید امکان دهیم که دشمن به این ساحل گذرد. ما باید در ساحل خیش با وی جنگیم. امیر اسماعیل: یعنی باید عکس گفته های صاحب شرطه را کنیم. افسر: آره. امیر اسماعیل: دوستان فعال شوید. مصلحت اندیشه را تازه می کند. بفرمایید. پس همه با این رای راضی اند؟ بسیار خوب. چرا گمان می کنید که می توان به این وسیله دشمن را منهزیم ساخت؟ افسر: اولا ما موقع مدافعوی را می گیریم. دوم اینکه دشمن یک باره به انتقال پره قوه هایش امکانیت ندارد. ما می توانیم متصل آنها را نابود سازیم. امیر اسماعیل: بسیار خوب. دیگر فکری نیست؟ بسیار خوب. چرا گمان نمی کنید که امکان غلبه و شکست در راه شما پیشنهاد کرده یکسان است؟ دشمن را ضعیف تصور کردن خطاست و این اندیشه به منفیت او کار می کند. نه برادران، با این طرز جنگیدن خطرناک و سیر زحمت است. دیگر اینکه ما قدرت جنگی سربازان دشمن را نمی دانیم. سوم، لشکری که قصد کشور دیگری می کند از همه جهت تیاری می بیند، یعنی پخته تر است. برای همین با دشمن همیشه با راه‌هایی برای وی ناشناخته و بیگانه باید حرب نمود. ولی باعث تأسف است که سرداران ما در این خصوص فارغ بال شدند، از پژوهش باز ماندند. ببخشید، این فارغ بالی و بیدانشی ما را به سوی بردگی میبرد. ما همیشه در معرض جنگ قرار داریم. برای آنکه کشوری آباد و ثروتمند ما چشمی حریص و تنگی جهان خاران را به خود جلب می سازد، رشک آنها را می انگیزد. آنها نه تنها از کشوری ما بلکه از اندیشه ما بدشان می آید، چون که هیچ کدامی را ندارند. ما ابداً باید سرباز کشور و اندیشه خیش باشیم. خلقی که اندیشه تازه خود را ندارد برده دیگران است، برای دیگران زندگی خواهد کرد. هرچه ما داریم و باعث خشم و رشک دیگران شده است از پدران خیش داریم. ما مدیونی ایشان هستیم. خود ما کیستیم؟ باید به ایشان سزاوار بود و سزاواری نام و کار ایشان زندگی کرد. لشکر را باید 3 قسم کرد. در قلب باید سربازانی بیکند و فراب که موضع را خوب می‌دانند قرار گیرند و به جنگ دشمن روند. مابقی
در میمنه و میسره پنهان شوند. فوج قلب در جنگ عقب نشینی می کند و دشمن را با راه بیابان به جای بیضیاع می کشد. آنگاه فوجهای میسره و میمنه از پس به دشمن حمله می آورند و او را غافلگیر می کنند. این اصول جنگ را جد ما اشک اول بار نخست بر ضد یونانی ها استفاده برده بود و 500 سال موفق بودند تا کشور را از هجوم و غارت بیگانگان آرام و آسایشته نگاه دارند. امروز هم ویزانس تحت سلطه اولاد ایشان است که تا به سقلاب و روس امتداد دارد. پیشنهاد دیگری هست؟ پس آمادگی گیرید. قرارگاه. افسرها یعنی سران گروه های لشکر با همراهی ابوزکریا و حسین اعلی از چادر امیر اسماعیل بیرون می آیند. از دو طرف روده که کیشزارهای گرد و اطراف فاراب را شاداب می گرداند چادرهای رنگارنگ زده بودند و سربازان به کار مشغول بودند و جا جا دیده می شد که آنها دو و سه شمشیرزنی می کردند یا نیزه پرتایی. با گذشتن چند لحظه امیر اسماعیل از خیمه‌اش که با رنگ سرخ بود بیرون می آید و با ابوزکریا و حسین اعلی و چند تن دیگر از افسرها بر اسب‌ها نشسته جانب میدان جنگ رهسپار می شوند. برای معین کردن اطراف آنها به گریوه بلندی می برایند و امیر اسماعیل با نوگی تازیانش سمتها را به ایشان نشان می دهد. افسرها به قرارگاه بر می گردند. امیر اسماعیل با ابوزکریا و حسین اعلی آنجا می مانند. از جانب جیحون چنگی به هوا می پیچد و سواره شتاب زده به سوی آنها می آید. شما گفتاری دهم را از روی رمانی نویسنده محمد زمانی صالح دیواری خراسان در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید دوستان عزیز.